خدمت دوستان، امروز اومدیم کارشناسی محیط بسیار زیبا، دره نامی، قلعه نامی، چشمه نامی. خب اول دره یه پیچ 45 درجه داریم ما، یه سنگ نامی اینجا هست، سنگ بسیار بزرگی، خیلی قوله سنگ. بعد جالبه تو پیچ 45 درجه است. بعد این سنگ کلا یه رخ خیلی خوشگلیه. این یه کلاهی داره، ببینید تا این قسمت کلاهشه، دماغشه، دهنش، اینم چونشه. بعد جوان خیلی کوچیک با ارزشی این قسمتش داره، دست دراش قشنگ، تراش دست مشخصه، خوش تراشه. این ورش هم بی خودی کندن، دوتا جوان خوش تراش هم این قسمت داره. میخوام فقط یه چیزی رو خدمتتون بگم که جاساز، خب اینم این ور سنگه. فقط میخوام یه چیز خدمتتون بگم، ببینید ابرویی کار دسته. خب اینجا یه دونه جاساز کوچیک که حالا میتونست چند تا سکه چیزی باشه، برداشتن بردن، یعنی خودشون تخلیه تاریخی شده، کسی نمیتونه، خودشون بردن، هر کسی که گذاشته خودش برداشته. اینجا این سنگ بزرگ حالت پیشسوز بوده، معلوم بوده آیین اعتقادی بوده اینجا که این نزوراتی، حالا شاید نزورات هم داشته باشه، باید اینجا رو مورد بررسی قرار بدیم سنگ رو. دقیقا اینجا ساز خوشگلشه. موفق باشید.